خب کنان میفهمه که از او محافظت میکنی؟ میفهمه که به خاطر او پدرت قربانی میکنی؟ هیچ کس نمیفهمه، به کسی نمیگم. با کنان گفته میتونی. اگه او پیشت باشه برات کمک کده میتونه اصل. فکر میکنی که من نمیخوایم؟ بود کردن چیزی از پدرم، مادرم و کنان، نگفتن چیزی به اونا بسیار برای مشکل است. در او صورت بگو بان که بفهمن. نمیتونم. تو مورال خوب میشناسی. وقتی که چشمش خون بگیره هر کاری میکنه، برایشان ضرر میرسانه. خب حالا چی میکنی؟ ده هر جایی که قدم بانم، هر قدر کوشش کنم، بازم اورال ده پیش روی میه. او همیشه کوشش میکنه به عزیزایم ضرر برسانه. نمیفهمم چی کنم. ما همیشه همراهت هستم اصل. فراموش نکن. هر وقت که به کمکم ضرورت داشته باشی پیشت هستم. زنده باشی. ما باید پدر من نجات بدم شاله. اگه این کار نکنم هیچ وقت خدا نمیبخشم. تنها کسی که میتونه پدرت نجات بده کنان است. همراهی او گپ بزن. او یک راه را پیدا میکنه. دیگه خانم شوهر هستیم. هنوزم باورم نمیشه. در داخل کم بود از هیجان زوف کنم. از مذاق اگه بگذاریم یک صبح پر ماجرا بود. درست است شوهر عزیزه. بیازو شام یک جای هستیم. راستی از تو یک خواهش دارم. میشه در خانه شما زندگی نکنیم؟ بعد از او واکنش لالایت ما در اونجا بوده نمیتونم. میخوایم که هم زندگی و هم خانه ما جدا باشد. درست است؟ درست است. هر قسمه که تو خواسته باشی. ما بیازو میخوایم همراه تو باشم. ای که در کجا باشم هیچ مهم نیست. از ای که قبول کردی بسیار تشکر. شام پشتت میایم. خانه که رسیدی برم پیام بده. درست است؟ بخیر بری. کجا میری؟ میرم که همراه کنان گپ بزنم. کل چیزا برش توضیح میتون. برش میگم که بزور سرمی انتخاب کرده بود. پدرم بیگناست. امروزی کار خلاص میشه. بله کنان عاجل باید ببینی. من برات گفته بودم کسی که یک دفعه رفت بازم میره. تو از کجا شنیدی که ما اینجا هستیم خلیل؟ من ملکه را تعقیب کردم. خانمی که در خانه است برم گفت. ملکه یا که به خانه خود برم. تو درباره کدام خانه گپ میزنی؟ چی چطیات میگی خلیل؟ تو به خاطر اون شخص اینجا منتظر میباشی؟ شوهر در پیشت هست. در پیش دروازه حوزه خو میشی؟ لایق همین روز هستی؟ تو هیچ هوشیار نمیشی نه خلیل؟ هیچ. نه خیر، من کاملا هوشیار هستم. بهتر است این گپا به ملکه بگویی. اما چی میشه ایره از اینجا روان کو؟ اصلا حوصله‌اش ندارم. همه قسم است ملکه. تو به خاطر او قاتل خود میتونی که در پیش روی حوزه و زندان خیمه بزنی. بس است. او قاتل نیست. عزیز قاتل نیست. دفعه دیگه این کلمه را نشنوم. به جای قدم زدن در کنار تو پیش دروازه او منتظر باشم بهتر است. فهمیدی؟ خلیل حالا افسوس به حالت. افسوس به حالت. بس است دیگه گپ نزن. برو دیگه برو. حالا برو. بله خانم عزیزه میخواستم پرسان بکنم کجا هستی اما میفهمم چی گپ شده اورال؟ شخصی که چند لحظه بعد ملاقات میکنی یک بار ببین.
درست است کار نکن. چی میشه کار نکن. تشویش نکن. هنوز کار نکردیم، اما اگر تو متوجه گفته هایت نباشی و اگر فکرت مشهور شد و رازای خانوادگی ما رو افشا کنی، باز نمیتونم کاری کنم. سعید من چیز نمیگم، لطفاً کار نکن. لطفاً کار نکن، خواهش میکنم. وقتی نقطه سرخ به یک سوراخ سیاه تبدیل میشه، خدا کنه فهمیده باشی. درست است، بعدم میکنم. هیچ چیز نمیگم. چوب میباشم لطفاً. عسل کجا؟ مرا ندیدی؟ من تو را ندیدم. کنون میشه بدن گپ بزنیم؟ یعنی چی که بدن گپ بزنیم؟ تو مرا به اینجا خواستی. تو خوب هستی؟ چی شده؟ کدام گپ شده؟ کنون تو چی؟ بگو برم چیز شده؟ چی گپ هست اصلا؟ بگو. اصل تو خوب هستی؟ اصل بلیاز خود. نه من فقط به تشویش پدرم هستم. به خاطر پدرت به تشویش هستی؟ به می خاطر تو مرا خواستی؟ نشو. چی چیغ میزنی اصل؟ تو دیوانه شدی؟ گفتی که عاجل است، مرا به اینجا خواستی، حال یا میگی که نزدیک نشو. یعنی چی که نزدیک نشو؟ دور باش ازم، دور باش. یعنی چی که نزدیک نشو؟ تو کجا میری؟ اصل خوب هستی؟ اصل تو را گفتم. معذرت میخوایم. من ترسیدم، یک لحظه ترسیدم. وقتی که پدرم در اون وضعیت دیدم کاملا عقلم از دست داد. تو حال خوب هستی؟ خوب هستم کنون. من باید برم. یعنی چی که باید برم؟ تو مرا اینجا خواستی اصل؟ تو راجع به چی گپ میزنی؟ کنون متوجه خود باش، درست است؟ به هیچ کس باور نکن. فهمیدی چی گفتم؟ من از هیچ کس نمیترسم. تو تشویش مرا نکن. به خاطر من لطفاً. خانم اصل، آقا اورال منتظر شماست. احمد چی شده؟ گفتی که بسیار عاجله است. کدام چیز مهم است؟ گفتی کدام چیز مهم؟ عزیز بیادر بازداشت کردن. از این کدام چیز مهم بوده میتونه؟ درست است. آرام باش. بیا یک جایی بشینیم باز گپ بزنیم. آرام باشم؟ فقط که چیز نشده بریم یک جایی بشینیم ابرو؟ نه، من میرم و پلیس کل چیزم میگم. به خاطر ما یک آدم بیگناه قسم ولچک زده به اوزه برده شد ابرو. حق با توست. من بسیار جگرخون شدم، اما تنها به خاطر یک ثبوت نمیتونن او را در اونجا نگاه کنن. به زودی آزادش میکنن، مطمئن هستم. او را آزاد میکنن، اما اگر مرا بازداشت کنن باز
به نام ما چیز دیگه هیچ وقت باقی نمیمونه. گفتی ما؟ بله، ما اگه از این روزا بگذریم امکان داره در آینده یک زندگی خوب جور کنیم. این چیزایی که گفتی امکان داره برو. احمد بیبی، من امروز کم فکر کردم. تنها چیزی که مرا به این زندگی وصل ساخته تو هستی. به من روزای خوشی من طفولیت ما به یاد میاری. از اینجا میری، از تمام این جنجالا به یک جای دور فرار میکنیم. چی بفهمم مثل الدر واره یک جایی باشه. کل چیز از نو شروع میکنیم. چی گفتی؟ تمامی اتفاقات فراموش کنیم؟ این کار کدام میتونی؟ در یک جای دور همه چیز از نو آغاز کدام میتونی؟ بیبی احمد، اگر تو همراه ما باشی حتما میتونی. خوش آمدی عزیزم. یا من از اینجا پس ببر یا که در دریا بنداز. صبر کن اول کم آرام باش. بیاز اگه گپای ما رو بشنوی مطمئن باش تو هم راحت میشی. هر چیزی که میگی بگو دیگه، زود شو. تو بسیار مقبول هستی، میفهمی؟ بسیار جوان هستی. من عاشق تو شدم اصل. میفهمم بسیار ناگهانی شده، اما اگه بفهمی که چی اتفاقات افتاده تو هم درکم میکنی. میخوایم تو از ما باشی، میخوایم همراهی تروسی کنم. تشویش نکن، جایی نمیریم. چرا مرا اینجا آوردی؟ رفتارای او روزت کافی نبود؟ ما با هم عروسی کردیم، یعنی تو خانم هستی و ما هم شوهر تو هستم. تو از من چی میخوای عمران؟ یک ازدواج واقعی میخوایم. این گپ چی مونو میده؟ ازدواجی که خانم شوهر خود ببوسه و به سر کار روانش کنه و با دستای خودش برش غذا پخته کنه. از او ازدواج میخوایم. تو از من میخوایی که این کارا را کنم؟ تا نتونی ما مسئولیت‌های خودم به جای میارم. مثلا در طول روز تو را غافلگیر میکنم، ناگهان برات زنگ میزنم و تو رو به غذا خوردن میبرم، یا چی بفهمم برات تک تحفه مقبول و زیبا میخرم. میخوایم زنی را که دوست دارم همراه زندگی واقعی داشته باشم. اصل نمیشه. هیچ کدام اینا به واقعیت تبدیل نمیشه. من به تو به بار دوم باور کردم، میفهمی؟
در حالی که کل چیز خلاص شده بود تو همراهیم روبرو شدی. گذشته رو در گذشته دفن کردم. دیگه فقط تو هستی. توقع داری که مام دوست داشته باشم؟ چطور این کار کنم؟ چطور کارایی که کردی رو فراموش کنم؟ میفهمم که با زور مرا دوست داشتن نمیتونی، اما بدون تمثیل، بدون نقش بازی کردن میتونی برام یک شانس بدی؟ با گذشت زمان واقعا به ما عادت میکنی. اگه خودت اعترافم نکنی همراهی من خوش میباشی اصل. حالا تو هم گذشته تا در جایی که به او تعلق داره دفن کن. تو این از کجا پیدا کردی؟ با کدام حق گرفتیش؟ وقتی که فهمیدم به تو چی معنایی داره ما هم بسیار قار شده بودم اصل. مرا ببخش، تازه فهمیدم. حالا فهمیدی که من چرا تو رو اینجا خواستیم اصل؟ به خاطر که کل چیز در اینجا شروع شده بود و امروز در اینجا تقدیر ما دوباره نوشته میشه. حالا دیگه وقتش است که کل چیز در اینجا دفن کنیم و در زندگی خود یک صفحه نو باز کنیم. امروز همراه تو یا روز اول ازدواج ما میباشه یا روز محشر ما. بس است دیگه، بس است. مرا بسیار شکنجه کردی. حالا از تو بر آخرین بار پرسان میکنم، گذشته به خاطر ما توق لعنت خواد بود یا یک چانسه که به خیر همگی ما باشه؟ بیبی دست مانعی تو نشده. اگه خواسته باشی میتونی بری. کل چیز بعد از تو هست. یا او را در جایی که با او تعلق داره دفن میکنی یا خانوادهت و کنعان. درست است، اما با ما وقت بده. امروز نه، حاله نه. همیال ای کارا میکنی. نمیتونم. همیال اصلا. بس است دیگه، چو باش. بس است. خوش آمدی بیادر. چی شده؟ از پیش ما خفستی؟ طرف روی ما نمیبینی؟ خوب است، دو صورت بشنم برات یک خبر میتون. جانان دمیروغلو کشته شده. زندگی سرت باشه. ما قسم سایل نکو، ما ای کارا نکدیم. ای که کار کیه از سورام نمیفهمیم. البته به تمام ای قتل رئیس ما بازداشت کردن. میایم سر تو. ما البته که به گپ میارمید، اما خوبی است که به نرمی کار کنیم. خوب فکر کو، جوانی تعیف نکو. خب خودت میفهمی. تو در پیشش باش، چار چشم متوجهش باشی. تو هم همراهی ما بیا. درست است بیادر. تو چرا ای زن کشتی؟ من کسی را نکشتیم. باندگه. خب چه قسم کنیم؟ قسم میکنیم یکی را یک از اینا را انتخاب کن. گفتمت یکیش انتخاب کن. صبر کن، من انتخاب میکنم.
ببینید اونجا چی است. جانان دمیراغلو با آخرین بار کی را ملاقات کرده؟ تو را. زن بیچاره رو تهدید کردی. یا کمی گپ زدیم، گفتگو کردیم خیر و خلاص، ولی ما برو نکشتیم. خلاصه باید بفهمی وجدانم کاملا آرام است. حتما اون قسمت شک ندارم، اما در بینتون قدر خصومت ها بوده. تو تهدیدش کردی. کار نمونده که نکده باشی، هم ده حق زن بیچاره و هم ده حق خانوادهش. عامر صاحب یادم سال هاست که با ما درگیر است. به مراسم نامزدی خواهرم حمله کرد، به مراسم عروسی من حمله کرد. در کف دستم یک مرمی را ماند. برام گفت که یک روزم این مرمی در پیشانیت میخوره. خدا لعنتش کنه. کاش کم روی مرمی مادر من میزد، منم میزد. سگ بی شرف. عزیز بیادر تو یک کار نمیکنه. چطور قدر مطمئن بودم میتونی؟ او جوان مرد است. هم جوان مردی و هم بیگناهیش هم ضمانت میکنه. تنها با جوان مرد گفتن مشکل حل نمیشه. در ساعتی که این حادثه رخ داد تو در پیشش بودی؟ ما در پیشش نبودم، ولی مطمئن هستم کوچکترین دلیل نیست که گناه او را ثابت کنه. عزیز بیادر به کار خود میفهمه. او آدمی است که جزئی ترین حرکت خود سنجیده انجام میده. اصلا تو یک کار نمیکنه. من مطمئن هستم که وجدانش آرام است. باور دارم که از اینجا هم با سر بلندی کامل بیرون میشه. امرای خدا بیامرز کدام خصومت خاص نداشتم. بعضی مشکلات داشتیم، او را قبول دارم، ولی ایره بفهم که در کتاب من. کتاب چی؟ کتاب و قانونای تو در اینجا نمیچله. در بین ای دیوارا قانونای ما میچله. گپ فهمیدی؟ بس اولایتان به خوشی جواب میدم. اگه کدام ترس و لرزه میداشتم باز وقتی که به خانم آمدین مرا دزبند زدن میتونستیم. زیاد پای فشاری نکو عزیز توپرک، زود اعتراف کو. به خاطر که حقیقت میفهمم قلبم راحت است. غیر از یک کلمه دیگه نمیگم. از جسد میت مرمی کشیده شده. میفهمی که از کدام اسلحه شلیک شده؟ اسلحه‌ای که به نام تو ثبت و راجستر شده. در ضمن شاهد عینیام هست. حال چی گفتنی داری؟ امانت کار داری. ایره در پیشت بگی. کار من مشخص نیست بچه. او گپای هوایی تو پرنده شد و پرواز کرد. عزیز توپرک شفا باشه. برای چانس خوب میخوایم. دیگر قامت در محکمه خواهد شکست. ایلاش بتین خواهش میکنم. اون را کجا میبرین؟ گریه نکن. سرت بلند بگی. گوش کنی خم نشی. حقیقت زود یا دیر آشکار خواهد شد. راحتی او رو ببین. دیوانه میشم. تشویش نکن. همون قسم که ما رو عذاب داده خودشم عذاب میکشه. او در زندان میپوسه. تشویش نکن. دختر مقبولون خوش کنی، نترسی. البته که روزای بد میگذره. من هیچ وقت نمیترسم. نه، او همیشه از من محافظت کرده. همراه او هم سفر ما بوده. بعد از از تو محافظت خود کرد. همراهت نگاهش که درست است. او با تو با او امانت هستی. اصل گوش کنی اصل. به خاطر یادم یک قطره اشکم نمیریزی. فراموشش میکنی. در قلبت نسبت به او جزئی ترین احساسم نباید باشه. بله که مواظب دخترمو باش.
چطور تونستی مادر من بکشی؟ ها؟ لعنتی! اعلام کنه لعنتی ها! فکر کردی کارت به جواب میمانه عزیز سبراک؟ آرام باش، اقدر چشمایت خون گرفته. اشتباه میکنی اورال. اشتباه میکنم اما تو هست؟ در پیش من از قاتل مادرم دفاع میکنی؟ هر دوی ما بسیار خوب میفهمیم که این کار عزیز بیادر نیست. اگه ثبوت داری به کارگه نشانش بده. حقیقت یک روز آشکار میشه و تو به این کردت پشیمان میشی. کم است که بیشرمانه بگویی که باز معذرتم میخوایم. اگر لازم شده او کارم میکنی. چند لحظه پیش ده اینجا در دست یک آدم بیگناه ولچک زده شد. بیگناه باشه خیلی چرا در اینجا است؟ به خاطر که لیاقت اینجا را داره. اورال تو مداخله نکو اصلا. اگر هدف او قتل میبود باز تو در اینجا نمی بودی. تو چی میخوایی بگویی؟ منظورت از این گپا چی است؟ حالا وقتش هست. تو بسیار خوب میفهمی که ما چی میخوایم بگویم. کنان میشه کمی گپ بزنیم؟ یارا عقل و منطقم قبول نمیکنه بدون موجودیت کدام ثبوت و دلیل چطور میتونن آدم بازداشت کنن؟ هیچ مورد بازپرسی قرار نمیگیرم. قدر آسان است. احتمالش نیست که کسی دیگه این کار کرده باشه. تو آرام باش شیرین. حالا چطور میتونم آرام باشم؟ آدم بیگناه را در زندان مندازن. باید خود از دست ندیم کنان. موضوع کمی پیچیده است. کمی پیشترم رای وکیل گپ زدم. اسلحه‌ای که سرش جنایت صورت گرفته به نام رئیس ثبت است. تو چی میگی لالا؟ همه قسمه سال پیش پلیس است. کدام چیزی است که من نمیفهمم؟ یک چیز است که کل ما نمیفهمیم کنان. رئیس دفعه آخر اسلحه را به احمد داده. احمد گفتی؟ درست است ولی احمد همراه جانان دیمیروغلو چی کار میتونه داشته باشه؟ اوی کار نمیکنه. امکان نداره. احمد تو یک کار نمیکنه. نمیتونه. در زیر کاسه حتما یک نیم کاسه است. ما هم نگفتیم که احمد کده شیریم. اما در زیر کاسه نیم کاسه است. من خو نفهمیدم. کنان برو همراه احمد گپ بزنی. موضوع باید هر چیزو ترل شود. اگر نه در زندگی رئیس از زندان کشیده نمیتونی. یک کمی او خوبته. از اونجا آزاد میشن. نجات پیدا میکنه و به جمع ما میایم مادر جان میایم.
بعد از یک خانواده میشه، یک جایی میباشه با هم. بسیار میترسم اگه بر نگردم، اگه پس نیایی چی؟ مادر لطفاً قسم نگو. من چی خواهد کردم؟ اگه دوباره او رو از دست بدم من چی خواهد کردم؟ چی؟ حتما یک راه پیدا میکنه، حتما او را نجات میدیم. دیگه عقلم از دست میتم. گپ بزن، تو همراهی او اسلحه چی کار داشتی؟ گپ بزن لالا. کنان ما تو چی؟ ما عقلم از دست میتم. میگمت که گپ بزن عزیز، بیادره بازداشت کردن بردنش به زندان مندازنش. جواب بده. بس از اگه درست است میگم که من اسلحه را گم کردم. میرم برشان میگم که اسلحه را ما گم کردم. درست است، گم کردم. بعدن ترسیدم. از دست ترس به هیچ کس چیزی نگفتم. ترسیدی؟ تو از کدام ترس گپ میزنی؟ میگم که با او اسلحه یک نفر کشته شده. من از کجا میفهمیدم این قسم یک کار صورت میگیره؟ ترسیدم بیادر، ترسیدم، شرمیدم. گفتم که نگویا که حتی از یک اسلحه موضوعات کردن نتونستی. نخواستم که بفهمم. هیچ منطقی معلوم نمیشه. خب بگو این صورت، اگه اسلحه را گم کرده بودی باز چرا جستجویش نکردی و پیداش نکردی؟ وقتی که قتل صورت گرفت تو کجا بودی؟ همراهی ما بود. عزیزم چطور هستی؟ اینو دیگه چیه سالینا؟ کجا میخوایی بری؟ لالا ما دیگه میرم. ما و کنان عروسی کردیم. چی؟ یعنی چی که عروسی کردیم؟ من برای چی گفته بودم؟ لالا لطفاً تو همراهی من وعده نکردی که به خاطر خوشی من هر کار از دستت بیایی انجام میدی؟ او وعده به خاطری بود که متوجه اشتباهت شوی و منصرف شوی، به خاطری نبود که شاهد بدبختی تو باشم. او شخص دقم تو نیست، چرا نمیفهمی؟ به خاطر کی را بفهمی باید چی کنم دیگه علینا؟ لالا لطفاً مرا سل کن. صرف به خاطر انتقام گرفتن به شرکت ما شریک شد، چکره دشمن ما شد. دروغ از خودت بگو. لالا بیبی حتی نمیتونی جواب مرا بدی. چوب باش، من یک ذره باور ندارم که او شخص را دوست داشته. بس است ملیاز خدا دیگه، بس است. من او را اونقدر دوست دارم که برای مهم نیست چی کار است و چی میکنه و چی نمیکنه. میفهمی همه به خاطر چی است؟ ای به خاطری است که یک روز زیادتر زندگی کنم. من زیاد وقت ندارم، معلوم نیست تا چی وقت زنده هستم. تو دی خانه چی بد میکنی؟ ناق سر احمد فشار نیار، او روز پیش ما بود. ما ده ساحل بودیم، یک جای. ای چی میگه؟ راست میگه. با هم ده ساحل بودیم، کم ششته. شما ده ساحل یک جای چی میکردین؟ تو از ما حساب پرسان میکنی؟ بله حساب پرسان میکنم. همراهی لالایم چی کار داشتی؟ همراهی او چی داد و گرفت داری؟ چی داد و گرفت داشته میتونی؟ ما و احمد تصمیم گرفتیم یک رابطه نو امتحان کنیم. هرچی نباشه دو انسان هستیم. تصمیمای ما متعلق به خود ماست. هر کاری که میکنین بکنین.
در صورتی که او اسلحه پیش تو امانت بود، در صورتی که تو گمش کردی باید پیدا کنی. ای که کار کی بود باید ثابت کنی. لالا بیگناهی عزیز بیادر باید ثابت شه و پس به خانه بیایه. فهمیدی؟ یعنی چی که زیاد وقت نداری؟ لالا من میمونم. شاید 1 ماه، شاید 1 سال. ای که تا چی وقت زنده است تو من هیچ نمیفهمم. نمیشه. من اجازه نمیدم. برات بهترین دکترای دنیا رو پیدا میکنم. هر جایی که نیاز باشه تو رو همونجا میبرم. همراه سینانم گپ میزنم. نمیمونم که تو بمری. من اجازه نمیتونم برات اتفاق بیفته. لالا چی میشه به هیچ کسی چیز نگو. نمیخوایم زیادتر از این جگر خون شود. فکر میکنی که مادرم کوشش نکرد، اما هیچ چاره‌ای نیست. این بیماری هیچ کدام تداوی نداره. غیر از کنان هیچ چیز به من مفید تمام نمیشه. تو هم همیشه مرهمی قسم با آغوش بگی هیچ وقت رهایم نکن. من بسیار خسته شدم. فقط میخوایم خوش باشم. حداقل اینجا باش. حداقل به خاطر من ای کارو کن. باز کنان چطور؟ من بدون او زندگی نمیتونم. بابام خبر بده. هر دویتون اینجا زندگی کنین. بله الینا عزیزم. به لالایم گفتم که عروسی کردیم. اذیتت نکرد نه؟ نه تشویش نکن. هیچ مشکلی نیست. حتی قبولم کرد. گفت که دمیجه بمونه. کنون من بیازو مریض هستم. میشه نظم زندگی ما رو خراب نکنه ما اینجا باشیم. جانم دی بار خود گپ زده بودیم. میفهمم از خاطر واکنش لالایم نمیخواستی اینجا زندگی کنی، اما کل مشکلات حل شده. فقط ازت همین خواهشه دارم چی میشه لوازمت جمع کو و بیا. میفهمی که من مریض هستم. در اینجا کسایی هستن که کمک ما میکنن. اگر کدام گپ شوه و تو نباشی. درست است جانم. هر قسمه که تو خواسته باشی متسعیس. خوشحالی تو برام از همه چیز کده مهمتر است. تشکر عزیزم. چی میکنی خانم عزیزه؟ برات یک خبر بسیار خوش دارم. الینا و کنان بالاخره عروسی کردن. نیک خوشحال نشدی؟ نه. دفعه قبل وقتی که شنیدی عروسی میکنن بسیار واکنش بد نشان دادی. حالا میگی که خبر خوش داری. خب خودت میبینی دیگه. از این بعد به خاطر تو به اتفاقات بد و ناخوشایندم با نظر نیک سیل میکنم. یا یکی از پلانایت هست. چطیات نگو. من در چی فایده داشت نمیتونم. کنانم بعد از این خانه زندگی میکنم. از او خاطر تو هم به حیث خانم خانه زیادتر متوجه حرکات و رفتارات میباشی. ضرور نیست که تو برام بگویی. خیلی بیا که بریم. امشب توی غذای خوشمزه آماده کن. آشپزی بعد از تو است. به حیث خانم خانه امشب مهارت‌های آشپزیت باید به کلگی نشان بدی. من این کار کنم خدمتکارا چی؟ اونام به تو کمک میکنن. راستی یادت باشه من سارما و بوریک بسیار زیاد خوش دارم.
خاطر تو است. ایره فراموش نکن. اندال بچه ای چی وضعیت است؟ تو در کدام جنجال ماندی؟ یاد نابود کردن قاتل مادرم عزیز توپراک و کنان و من کمک میکنی و ثابت میکنی که یک دیمیروغلوی واقعی هستی، یا تا پایان عمرت پیش دشمنای ما با 5 لیره کار میکنی. تصمیم به دست تو است.